جای کار در سیخ ماهی هست. روزی وقتی که ماهی رو جدا میکنیم گوشت خالی میمونن، روزها فیله میمونن. بعد کلانتر رو خودشون رئیس ها اجازه دادن که تو که ششته بعدا سپریم، اول ماهی رو شویم بعدا به ترازو مونده کیلو کشیم. هنگام که در ترازو میمونیم از همین آب 500-600 گرم آب در وزن ما میرود. مثلا اگر که 20 کیلو سپریم 20 کیلو همین پولی حساب میکنم، پولی ما از 20 کیلو مثلا 200 روبل میشد. با آب وقتی که آب میزنیم 500-600 گرم که باز علاوه که میشد این هم پول میشد. آیا همین گرفت کردن ترازو میشد یا اینکه آنها خودشان اجازه دادن هیچ وقت ندارد؟ بله برادر عزیز، اگر این با قصد وزنین کردن ماهی باشد این فریب است. آب را ماهی را با آب وزنین کردن و بعضی آدم ها بودن در تاجیکستان یک کم از برنج خریده می آمدن، مثلا عبارت از 30 تن 40 تن است، 1 تن نیم تن نمک همراه می کردن. نمک سفید است، برنج سفید است، در چشم نانمایان می شد اون 1 تن نمک. همون 1 تن نمک به نرخ برنج می فروختند و از نرخ دیگرها ارزانتر فروخته برنجشون در یک روز تمام می کردن. این فریب است. ولی بعضی برادرها شکایت کردند که بعضی انسان ها در داخل کشور چهارمغزی که نشکستگی هست بوتون از بازار لینگبای قابچبای خریده می آمدین و در خانه هاشون در بالاش آب می پاشیدین کم کم، مثلا 5 کیلو 10 کیلو وزن می گیرد، بعد برده می فروختین در بازار با همون وزن زیادتی. بعد بیچاره آدمی که خریده آمد او بدی چند وقت بعد می شکند که مغزها پوچ است، مغزها ویران شدین، نم کشیدین. بعد همین مردم میگن که ما مظلوم هستیم، دعای ما قبول نشده ایستاده است، آزادی میخواهند که دین اسلام قوت گیرد. از کجا باید ما موفق شدیم؟ اینها همش پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که به بازار آمدند یه مردی را دیدن که گندم توده گندم میفروخت. وقتی که دستشان را به داخل گندم در آوردند داخلش تر بود، بالاش خشک داخلش تر است. گفتن که ما هذا یا صاحب الطعام، این چی است ای صاحب بار، صاحب گندم، این چی است؟ گفت که اصابت السماء یا رسول الله، به این گندم ها باران رسیده است یا رسول الله. مقصد در زیر باران مونده است، تر شده است، برای همین تر است. بعد گفتن که افلا جعلته فوق طعام حتی یراه الناس، مگر این در بالای طعام نگذاشتی حتی مردم بینند؟ به مردم بگو که مردم این گندم باران رسیدگی هست، بنابراین وزنش کمتر وزنین تر می آید، از سبب آنکه باران رسیده شاید صفتش هم تغییر یافته است. گفته بیان کند فإن بین و صدق بورک لهما فی بیعهما، در صحیح بخاری و مسلم است. اگر عیب مال را بیان کنند و راست گویند در وقت سودا، بورک لهما فی بیعهما، در خرید و فروش آنها برکت داده می شود. و این کتم عیب مال را پنهان کنند و کذب دروغ گویند در وقت سودا، محقت برکت بیعهما، برکی خرید و فروش آنها برداشته میشه. فکر میکنید که پولی زیاد جمع کردید خوب است، الله تعالی برکش میگیره. یا بچه‌تون بیمار میشد که با 40,000 50,000 تبابت میکنه، یا مشکلی روی میتیاد که 100,000 200,000 کدی درست نمیشد. چی در کار؟ یا سوم یابید و حلال یابید. واقعا دشوار است برادران، الان خصوص در این زمانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن که حالی از زمانه میشود که حلالترین مال مسلمان گوسفند می شود که آن گوسفندهای گرفته به بالاهای کوه می رود. یفر بدینه من الفتن، دین خود را از فتنه ها گرفته می گریزد برای سالم ماندن دینش، برای اینکه در نزد الله تعالی گناهکار نشود، برای سالم ماندن دینش، احتیاط کردن دینش، بر بالاهای کوه ها رفته با چند گوسفندها زندگی میکند. شیری گوسفند را میخورد، گوشتی گوسفند را میخورد و حلال و پاک زندگی میکند. بعضی صحابه ها و بعضی تابعین وقتی که بعضی در بازارها بعضی خرید و فروش های غیر شرعی را دیدن همین کارا کرده بودن که همین زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن آمد گفته
بیچاره‌ها گوسفنداشون گرفته به صحراها رفته بودن به بالاهای کوه. اونا این زمانی ما رو بینن چی گوید در تمام کارهای حلال کارهای حرام داخل شده است. در داخل مسجد کار حرام در آمده است. مسجد آمده است، نماز آمده است، با اینترنت چیزهای حرام تماشا دارد. سبحان الله، چی زمانه شد و این زمانه فرزندان و نبیرگان ما چی می شده باشد؟ الله المستعان. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که قیامت به بدترین انسانهای روی زمین قایم میشد. یعنی قیامت در همون حالت میشد که در روی زمین یگان بنده نمیماند که الله گوید اقلم، و بهترین مردم ها در آن زمانه آن آدمی میشد که از کوچه میگذرد، دو مرد و زن میبیند که در میان کوچه زنا دارند، میگفت است که در همون پشت دیوار گذشته کنید، همین آدم بهترین آدم حساب میشد است. الله پناهتیاد. یعنی واقعا به اون زمانه آمدیم که زندگی کردن طبق شریعت مانند لخچه را در دست گرفته ایستادن است. الله نصرت دهد برادرای عزیز. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. این دعا رو پیش از سلام و در عاقب‌های نمازهایتان فراموش نکنید. بنابراین برادر عزیز راهبرتون رو فهمونید که این کار فریب است گوید، خواه مسلمان است خواه غیر مسلمان، و این فریب خوب نیست. از دیگر جا همین مالی که مردم فریب میتی زده میبراید، چی فایده؟ هم مردم دعای بدش گرفتی، هم ضرر رسانیدی، هم با هم پولی که جمع کردیم از ما میرد، ما از وای بهره نمیبریم، هم روز قیامت الله جزا میدهد. اگر رفت اون راهبرتون نه ما باید همین خیر کنیم گوید، شما کاری نو جستجو کنید، الله تعالی عوضی نیک میدهد. والله تعالی اعلم. استاد یک چیز دیگه فهمونم، همینجا راهبر ماهی همین ماهی رو نمیفروشد، ما خودمون با آب توزه کرده در ترازو میمونیم، راهبر خودش مینویساند که مقصد ما همین قدر کیلو سپردیم، بعدا او رو خوش کرده روان میکند. من گفتنی هستم که همین فریب کردن با ما مقصد ما راهبر رو فریب کرده ایستادیم یا اینکه خودشون اجازه دادگی یکون باقی ندارد. مقصد این کار اجازه دادگی باشد، اجازه او که چیزی حرام حلال نمیشد برادر عزیز. اگر چی و اجازه داده است شما نکنید این کار، ما فریب نمیتیم گویید.